بینندگان عزیز، 33 سال پیش در ماه دکبر سال 1991 ایالات متحده آمریکا استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت. دو کشور در این مدت هرچند داد و گرفت زیاد نداشتند، اما ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان به مبلغ بیش از 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است. ایالات متحده بارها از محدودیت‌های آزادی بیان و وجدان و سرکوب دیگراندیشان در تاجیکستان انتقاد کرده است. مانوئل میکلر، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان، امروز مهمان رادیوی آزادی است تا درباره روابط آمریکا و تاجیکستان بیشتر صحبت کنیم. جناب سفیر، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. سوال اولم این است که شروع از سال 2023 تماس‌های سیاسی کاری میان تاجیکستان و آمریکا به نظر بیشتر شدند. تا کجا دینامیکا و یا سرعت همکاری‌هایی که در 2 سال اخیر تنظیم شدند در دوره کاری دونالد ترامپ حفظ خواهند شد؟ چون در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ ما دیدیم که آسیای مرکزی برای مأموریت او گویا هیچ اهمیتی نداشتند. حضور رحمت برای وقتی شما امروز. Let me please extend my greetings to your viewers and your readers. تشکر زیاد. اجازه دهید سلام خود را به خوانندگان و بینندگان شما بیان کنم. برای کارتان همچون روزنامه‌نگار مستقل در طول سالهای زیاد به شما نیز تشکر میگویم. همچنین سپاس که گسترش همکاری‌ها دائمی و رشد مناسبت‌های دوجانبه ما را دوام 2 سال اخیر تاکید کردید. مهم این است که این روند را در دراز مدت حفظ کنیم. بارها ذکر کردم و اینجا هم میگویم که افتخار دارم ایالات متحده یکی از اولین کشورهایی بود که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف کرد و مناسبت‌های دیپلماتی را با کشور تازه استقلال برقرار نمود. من همچنین افتخار دارم که این مناسبت در طول زیاده از 30 سال در دوره مأموریت هم جمهوری خواهان و هم دموکرات‌ها رشد یافت. هدف‌های ما با حکومت و مردم تاجیکستان مشترک و روشن و شفاف میباشند. این هدف‌ها دستگیری و تقویت استقلالیت، صاحب اختیاری، تمامیت ارضی و رشد اقتصادی دائمی تاجیکستان و به منفعت مردم این کشور میباشند. اطمینان دارم که این روش در زیر مأموریت پرزیدنت آینده آمریکا هم ادامه خواهد یافت. من با توصیف شما درباره مأموریت اول دونالد ترامپ راضی نیستم. مأموریت ترامپ به منطقه‌های آسیا، اقیانوسیا و منطقه هند و اقیانوسیا تمرکز کرده بود. این سیاست ادامه دستگیری درازمدت حکومت‌ها و مردم آسیای مرکزی را نیز در نظر داشت. اخیراً یک هیئتی از آمریکا شما اشاره کردید جهت تقویت همکاری‌ها با تاجیکستان از دوشنبه بازدید کردند. دورنمای این همکاری را شما چگونه می‌بینید جناب سفیر و آمریکا در کدام ساحه‌ها اشاره کرده یا میتونه سرمایه‌گذاری کند با تاجیکستان؟ من منتظم و پیوسته درباره شرایط تجارت و سرمایه‌گذاری با مقامات تاجیکستان و بخش خصوصی صحبت می‌کنم. آنها می‌خواهند سرمایه‌گذاران آمریکایی بیشتر به تاجیکستان آیند. این هدف مشترک من با حکومت، مردم و بخش خصوصی تاجیکستان است. می‌خواهم که سرمایه‌گذاران بیشتر آمریکایی در اینجا باشند. خدمت‌رسانی و محصولات بیشتر آمریکایی برای مردم تاجیکستان دسترس باشند و سیاحان بیشتر آمریکایی به کشور زیبای شما تشریف آورند. در صحبت‌هایی که با مقامات تاجیکستان داریم، این بخش هم هست که چگونه می‌توانیم فضای تجارت و سرمایه‌گذاری در تاجیکستان بهتر سازیم. تابستان سال گذشته بزرگترین هیئت تجارتی ایالات متحده آمریکا را در تاجیکستان پذیرایی کردم و آنها سازشنامه‌های سودمند را برای هر دو جانب امضا کردند. از جمله جاری کردن نظام پرداخت گوگل پی در تاجیکستان. شما کاملا درست میگویید که در اینجا سرمایه‌گذاران آمریکایی به آن درجه‌ای که هر دو کشور می‌خواهند نیستند. اما هر یک تجارت آمریکایی که امروز در تاجیکستان حضور دارد کوشش می‌کند که فعالیت خود را وسیع‌تر کند. در بسیار ساحه‌ها سر کرده از بخش استخراج انرژی سبز، فناوری‌های نو، تندرستی، امکانیت آوردن شرکت‌های آمریکایی هست. یک قسم اساسی برنامه‌های ما توسط یوساید و دیگر نهادهای حکومت ایالات متحده آمریکا این است که به تاجیکستان کمک کنیم تا امکانیت‌های بزرگ را عملی سازد. تشکر. من جناب سفیر چند سال دارم درباره مهاجران، چون سالهای اخیر شماره آنهایی که میخوان از تاجیکستان به آمریکا روند زیاد است و آنها از راه گرین کارت و از هر طریق کوشش میکنن خود را به آمریکا رسانند. خب جناب سفیر، طبق معلومات مختلف شماره تاجیکان تنها در فیلادلفیا تا بیش از 20,000 نفر گفته میشد. آیا شما درباره آمار عمومی تاجیکستانیایی که در آمریکا کار و زندگی میکنند خب چه معلومات دارید؟ آنها به چه کار مشغولند و چند نفرشان زنان و کودکان هستند؟ So I don't have the specific breakdown of the demographics.
дар бораи шумора ё макони тоҷиконе ки имрӯз дар иёлоти муттаҳида зиндагӣ мекунанд маълумоти мушаххас надорам. Танҳо гуфта метавонам ки соли гузашта зиёда аз 1600 шаҳрвандони Тоҷикистон имкони сафар ба иёлоти муттаҳидаи амрикоро доштанд. 2 сол пеш сафорати иёлоти муттаҳидаи амрико дар Душанбе бори аввал ба баррасии ҳуҷҷатҳои раводити муҳоҷиратӣ оғоз кард. Аз он вақт ин ҷониб мо садҳо раводидҳои муҳоҷиратӣ содир кардем ва ин кор идома меёбад. сиёсати ҳукумати иёлоти муттаҳида ин аст ки шаҳрвандон ва меҳмонон ба ин кишвар қонунӣ сафар кунанд. دونالد ترامپ گفته است که مهاجرت غیرقانونی را تحمل نخواهد کرد و این موضوع بسیاری ها را از جمله مهاجران را از تاجیکستان نگران کرده است. شما درباره نقشه‌های ترامپ درباره مقابله با مهاجرت غیرقانونی خبر دارید و با مهاجرانی که فعلا در خاک آمریکا هستند چی توصیه‌ها می‌دهید؟ Let me start with what I tell American visitors. من همیشه با مهمانان آمریکایی که به کشور زیبای تاجیکستان میآیند چند نکته را تاکید میکنم. همه ما مهمانان حکومت و مردم تاجیکستان هستیم. بنابراین مهم است که قانون، فرهنگ و تاریخ این کشور را احترام کنیم. هر یک کشور، هر یک حکومت حقوق و مسئولیت تامین امنیت سرحدهای خود تطبیق قانون و قاعده‌های مهاجرتی را دارد. همچون سفیر بسیار می‌خواهم امکانیت‌های سفر برای تاجیکستان به ایالات متحده، تحصیل، لذت بردن از تاریخ و فرهنگ ما بیشتر شود. اما از تاجیکستانی‌ها خواهش می‌کنیم که این را به طور قانونی، بی خطر و با مسئولیت انجام دهند. شروع از احترام گذاشتن به قانون‌های ما. این خیلی مهم است زیرا من نمی‌خواهم که شهروندان تاجیکستان قربانی شخصان بی‌انصاف، قاچاقبران و میانروان شوند که به آنها معلومات نادرست پیشنهاد می‌کنند. خیلی مهم است که تاجیکان به طور بی‌خطر به ایالات متحده آمریکا سفر کنند. در اینجا تماشابینان و خوانندگان شما را هم تشویق می‌کنم که برای گرفتن معلومات درباره مهاجرت به ایالات متحده آمریکا و گرفتن روادید تنها به منبع‌های رسمی مراجعت کنند. از جمله سامانه رسمی سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان. جناب سفیر، سالها زیاد است و وقت ما کوتاه، خیلی اگر کوتاه میگفتید که آیا شما درباره برنامه‌های دونالد ترامپ برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی خبر دارید؟ President-elect Trump will assume office on January 20th. پرزیدنت انتخاب شده دونالد ترامپ 20 январи соли оянда ба вазифа шурӯъ мекунад. танҳо пас аз оғози кори президент ва кабинаи нав мо дар бораи сиёсат ва барномаҳои ӯ маълумоти бештар мегирем, аз ҷумла дар бахши муҳоҷират. то он вақт ҷо байден президенти мо боқӣ мемонад ва мо сиёсати маъмурияти байденро пеш мебарем. خب جناب سفیر، در آمریکا شهروند تاجیکستان و روسیه سلیم جان نصرالدینوف منتظر حکم دادگاه است و این زمان آوازه است که او را با دیگر زندانیان میتونن تبادل کنند. خب نصرالدینوف برای با اتهام قاچاق مواد تحریم شده، مالهای تحریم شده به روسیه بازداشت شد. شما درباره نقشه ها درباره تبادل او با دیگر زندانیان او معلومات دارید در است؟ درباره پرونده‌های مشخص معلوماتی ندارم. اینچنین درست نیست درباره کاری مقامات تفتیشاتی صحبت کنم. تنها به شما و تماشابینانتان میگویم که ایالات متحده یک کشور قانونمند میباشد و هر کسی که بازداشت یا حبس میشود و وکیل دفاع و مرافعه عادلانه دسترسی دارد. بنابراین همه آنهایی که در ایالات متحده آمریکا بازداشت یا حبس میشوند باید به ادوکات مراجعت کنند. همه مهمانان ایالات متحده حقوق دسترسی به وکیل دفاع را دارند و هر کسی را که به این وضعیت دچار میشود تشویق میکنم که از حقوقهایی که آنجا دارند استفاده برند. در بازداشتگاه و زندان‌های آمریکا قرار داشتن ده‌ها شهروند تاجیکستان و اساساً گمانبرانی که در ویران کردن قانون‌های مهاجرت متهم میشن خبرها دریافت میکنیم. از روی معلوماتی که شما دارید آمار عمومی تاجیکستانی‌هایی که در آمریکا در زندان و بازداشتگاه هستند چقدر هستند و آنها از روی کدام ماده‌ها محاکمه میشوند؟ باز میگویم متاسفانه درباره شماره نفرانی که در آمریکا برای نقض قانون از جمله قانون‌های مهاجرت بازداشت شده‌اند معلومات ندارم. بنابراین برای من دشوار است درباره وضع حقوقی آنها صحبت کنم که بازداشت شده‌اند یا ورودشان به ایالات متحده رد شده است. اون چیزی که به همه مهمانان ایالات متحده توصیه می‌دهم این است که از قانون‌های ما آگاه باشند و آنها را رعایت کنند. قطر سفر کنید و پس از ورود به آمریکا از حقی که به شما داده شده است استفاده برید.
در میان جامعه شهروندی تاجیکستان و روزنامه‌نگاران این انتقاد است و یا این تنقید است که آمریکا با وضع حقوق انسان و سرکوب آزادی‌ها در تاجیکستان دیگر بی تفاوت است، براش فرق ندارد، چون 10-15 سال پیش نمایندگان سفارت و حتی خود سفیر به مرافعه خبرنگاران می آمدند، در این باره اظهارات می‌دادند. منظورم درباره بعد بازداشت خبرنگاران یا یگان محدودیت‌ها. اما دوام 2 سال اخیر 10 بلاگر و ژورنالیست در تاجیکستان بازداشت و زندانی شدند. ما یگان واکنش جدی سفارت را نشنیدیم. پاسخ شما به تنقید جامعه شهروندی تاجیکستان چی است؟ So I am very familiar with the efforts that you cited 10-15 years ago at the US Embassy. من با تلاش‌های 10-15 سال پیش سفارت ایالات متحده آمریکا که شما ذکر کردید شناس هستم، زیرا از سال 2010 تا سال 2013 رهبری بخش سیاسی بودم. من این کوشش‌ها را برای حفظ حقوق انسان، دفاع از جامعه شهروندی و پیشبرد آزادی مطبوعات راهبری می‌کردم. من این چنین به شما اطمینان می‌دهم که از زمان بازگشت من همچون سفیر در 2 سال پیش این صحبت‌های آشکارا با حکومت را ادامه داده ایستاده‌ایم. من منتظم این مسئله را در سطح بلندترین حکومت می‌بردارم. منتظم نگرانی خود را درباره آزادی مطبوعات به میان می‌گذارم و پرونده‌های مشخص را می‌بردارم. حکومت تاجیکستان را برای اعتراف کردن این ساحه همچون یک ساحه قبول شده مکالمه بین ما تبریک می‌کنم. در مبادله آشکار ما این موضوع را در روحیه شریکی بررسی می‌کنیم. ما با مطبوعات تاجیک، جامعه شهروندی و حکومت تاجیکستان کار می‌کنیم تا ارزش‌های در کنستیتوسیون تاجیکستان پیش بینی شده از جمله حقوق و آزادانه جمع شدن و آزادی بیان عملی شوند. علاوه بر صحبت‌های منتظم مستقیم ما با مقامات، سفارت و شخصا من درباره حقوق انسان و مخصوصاً درباره آزادی مطبوعات آشکارا سخن گفتیم. 2 سال اخیر در روز جهانی آزادی مطبوعات من آشکارا از حکومت دعوت کردم که فعالان جامعه شهروندی، حامیان حقوق انسان و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کنند و شخصان مشخص را با نامشان گفتم. اون چیزی که مشخص گفتم این است که هیچ روزنامه‌نگار برای انجام وظیفه کسبی خود و خدمت به مردم تاجیکستان نباید مورد آزار، تهدید یا حبس قرار گیرد. As a journalist and serving the Tajik people and the Tajik government by sharing with all of us independent information and sources of news. جناب سفیر، صرف نظر از این نگرانی‌ها و نگرانی‌های زیاد سازمان‌های حامی حقوق، شماره خبرنگاران و بلاگران زندانی در تاجیکستان زیاد شد و همچنان که من گفتم حالا 10 خبرنگار بلاگر در زندان هستند برای سال‌های طولانی زندان. خب چرا بی تاثیر است این دیگر نگرانی‌های سازمان‌های حامی حقوق کشورهای غربی؟ Well, I would have to refer you to the government of Tajikistan. برای جواب گرفتن در این باره شما باید به حکومت تاجیکستان مراجعه کنید. بگذار آنها بگویند که پاسخشان به حرفهای سفارت آمریکا و سازمان‌های جهانی چی است. اما اجازه دهید که خیلی روشن بگویم که این موضوع نگران کننده برای ما میباشد. ما صحبت درباره این موضوع را با حکومت تاجیکستان ادامه میدهیم. روزنامه‌نگاران برای خبر رسانیدن نباید مورد آزار، تهدید یا حبس قرار گیرند. روحیه صحبت‌های ما با حکومت همین است. تجربه ما در ایالات متحده نشان می‌دهد که مطبوعات آزاد و مستقل برای رشد، پیشرفت و ترقیات هر یک کشور اهمیتی کلان دارد. آرزوی حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان نیز رشد و پیشرفت است که بر اهمیت آزادی مطبوعات اساس یافته است. سال 2021 بعد سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان، نظامیان این کشور با چند چرخبال به ازبکستان و تاجیکستان فرار کردند. چند وقت قبل سفیر آمریکا در ازبکستان گفت که هواپیما و چرخبال‌هایی که از افغانستان به ازبکستان آورده شدند دیگر مال ازبکستان هستند. آیا مسئله تجهیزاتی که از افغانستان به تاجیکستان آن زمان آورده شد حل شده است یا نه؟ So this is another area where the status of the aircraft that landed here in مسئله هواپیماهایی که سال 2021 در اینجا فرود آمدند بین حکومت ایالات متحده و تاجیکستان مورد بررسی قرار دارد. هواپیماها مالکیت ایالات متحده آمریکا باقی میمانند. میخواهم به حکومت تاجیکستان سپاس گویم که حق مالکیت ایالات متحده و هواپیماها را اعتراف کرده طلبهای طالبان را برای برگرداندن چرخبال‌ها رد کرد. صحبت‌های ما برای راه‌های تامین امنیت تاجیکستان، پیشبرد ثبات منطقوی و تقویت استقلالیت و تمامیت ارضی تاجیکستان ادامه دارند. حکومت‌های دو کشور در وقت موافق معلومات نو را پیشنهاد می‌کنند.
شما درباره افغانستان و حکومت طالبان یادآور شدید. ببینید جناب سفیر که گروه‌های جنگجو که در افغانستان مستقر هستند تا کدام اندازه به امنیت آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تهدید میکنند و نگرانی کشورهای منطقه و روسیه درباره خطر این گروه‌های تندرو از افغانستان تا کجا واقعی به نظر میرسد؟ I think this government faces legitimate external. من فکر میکنم که این کشور، این حکومت با تهدیدهای واقعی بیرونی روبرو است. تهدید داعش خراسان، جماعت انصارالله و گروه‌های دیگر به تاجیکستان و در اصل همه ما واقعی است. باز هم قید میکنم که این افراطگرایی، خشونت‌آمیز و تروریسم تهدید مشترک است. ما تلاش‌ها برای حفظ سرحدهای تاجیکستان و حفظ مردم تاجیکستان را در روحیه شریکی ادامه می‌دهیم. To protect the borders of Tajikistan and protect the Tajik people. خب جناب سفیر، سال گذشته وقتی من با گریگوری لاجرف ومعاون اول هماهنگساز بیوروی مبارزه با تروریسم در وزارت کارهای خارجه آمریکا در ضمن سفرش به دوشنبه صحبت می‌کردم، او به ما گفت که گروه انصارالله را برای تاجیکستان خطر واقعی می‌حسابد. طالبان این را قبول ندارند و میگن که اجازه نمیدن از خاک افغانستان علیه تاجیکستان و یا دیگر کشورهای منطقه و جهان خطری تهدید کند. در این میان تا کجا می‌شود به حرف و وعده‌های طالبان باور کرد؟ So I fully agree with the assessment by my friend Greg Legerfo. من کاملا با ارزیابی دوستم گریگوری لوجرفو درباره تهدید گروه‌های جنگجو، افراطگرا و تروریستی که تاجیکستان روبرو است موافق هستم. برای ما خیلی مهم است که رژیم طالبان را نه تنها از روی سخنان بلکه از روی عملهایش بها دهیم. آنها نیز در آن طرف سرحد مسئولیت دارند، اما ما کوشش‌های خود را برای دستگیری سرحدبانان تاجیک و دیگر مقامات حفظ حقوق ادامه می‌دهیم تا سرحدهای طولانی با افغانستان حفظ شود. در طول 30 سال اخیر مردم امریکا با مردم تاجیکستان زیاده از 2 میلیارد دلار در شکل‌های گوناگون کمک رساندند. قسم زیادی این مبلغ برای امنیت سرحدی و کمک‌های ضد تروریستی از جمله ساختن انشاءات، آموزش، تجهیزات و تکنولوژی معاصر صرف شده است. هفته گذشته من در سرحد افغانستان بودم تا انشاءات‌های ساخته شده را به سرحدبانان تاجیکستان سپارم و از آنها برای خدمت زیادشان به تاجیکستان مینه‌داری کردم. تنها در هفته گذشته ایالات متحده آمریکا برای بنیاد بناها، رسانیدن تجهیزات و گذراندن دوره‌های آموزشی برای کارمندان مقامات قدرتی و تاجیکستان تقریباً 25 میلیون دلار کمک رساند. چرا؟ زیرا این مهم است. این یک تهدید مشترک و ضد همه ماست. عهده‌داری دائمی ما به حکومت و مردم تاجیکستان این است که راه‌های دستگیری و تقویت استقلالیت، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی شما را بر ضد تهدیدهای بیرونی پیدا کنیم. جناب سفیر، پیش از سوال آخرم از صحبت شما یک سوال دیگه در ذهنم اومد. شما اشاره کردید که طالبان را نه از روی حرفشان بلکه از روی عملشان بها میدین و اشاره هم کردید که این کمک ها خیلی مهم هستند. اشاره کرد 25 میلیون دلار. خب طالبان بیشتر از 3 سال است در افغانستان حکومت میکنند. تا کجا در این مدت آنها نشان دادند برای اینکه واقعا در پی خوب بی‌ضرر کردن گروه های تروریستی هستند؟ So if I could clarify the $25 million figure that I cited. 25 میلیون دلاری که ذکر کردم تنها در هفته گذشته بود. کمکی که ایالات متحده به تاجیکستان برای حفظ سرحد رسانیده است. پیش از تصرف افغانستان از سوی طالبان بود. ما حکومت و مردم تاجیکستان را در مبارزه با تهدیدهای مشترک شریک خوب می‌بینیم. من موقع اصولی جناب عالی پرزیدنت تاجیکستان را نسبت نظام طالبان جانبداری می‌کنم که به تشکیل حکومت فراگیر و حفظ حقوق تمام مردم افغانستان دعوت کرد، از جمله کودکان، تاجیکان، ترکمن‌ها و دیگران. من با نگرانی عمیق پرزیدنت درباره وضع مردم افغانستان و دعوت‌های او برای بهبود وضع حقوق انسان شریک هستم. این موقع حکومت ایالات متحده میباشد. من این چنین میخواهم سخنان پرزیدنت تاجیکستان را ذکر کنم که گفته بود تروریست و تروریسم وطن و ملت ندارد. زیرا باز تکرار میکنم ما در مبارزه با این تهدید مشترک شریک هستیم. در اینجا میخواهم آزار، تهدید و انتقام بر ضد مهاجران تاجیک در خارج که قربانی ایدئولوژی بر دروغ افراطگرای خشونت‌آمیز شدند محکوم کنم. از این رو علاوه بر همکاری‌های ما در ساحه مدافع امنیت و مبارزه با تروریسم، ایالات متحده برنامه‌های خود را برای دستگیری کوشش‌ها برای برطرف کردن سبب‌های اصلی تروریسم و افراطگرایی را ادامه می‌دهد. مخصوصاً برنامه‌های ما در ساحه معارف و رشد اقتصادی تاجیکستان. Particularly our programs in education and economic development.
جناب سفیر، و سوال آخرم درباره آن است که گفتگوها برای ختم جنگ در اوکراین زیاد شده ایستادن با برگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید. خب شما شخصا به وعده ختم جنگ روسیه و اوکراین در دوره ترامپ چی نظر دارید و اگر چنین شد به فکر شما این جنگ با چه شرط و شروط میتواند به انجام رسد؟ So the United States of America continues to support Ukraine and the Ukrainian people. ایالات متحده آمریکا دستگیری اوکراین و مردم آن را برای دفاع از خود در برابر جنگ غیرقانونی و تجاوز به اساس را ادامه می‌دهد. چند پیش کاتب دولتی انتونی بلینکن اظهار داشت که مردم اوکراین نه تنها برای خود می‌جنگند، آنها برای همه ما در حمایت ترتیبات بین‌المللی که با قانون اساس یافته است می‌جنگند. پس در این رابطه ما همیشه برای حل آسایشته از طریق مذاکره که حقوق‌های مردم اوکراین را احترام می‌کند دعوت می‌کنیم. همچون سفیر آمریکا در تاجیکستان من از تاثیر جنگ غیرقانونی روسیه بر ضد اوکراین به مردم تاجیکستان و سراسر آسیای مرکزی خوب آگاه هستم. آزار و تهدیدهای مجبوری مهاجران تاجیک در خارج را ذکر کردم که این تهدید و خطر واقعی مجبورسازی به خدمت حربی را در بر میگیرد. از این رو USAID از سال 1993 برای رشد تاجیکستان کمک میرساند. من خیلی خوب آگاه هستم که این جنگ غیرقانونی و تورم و مخصوص امنیت اوزقواری، نرخ و دسترسی اوزقواری در تاجیکستان چگونه فشار آورده است. برای همین دقت بیشتری ما برای برطرف کردن این ضربه های اقتصادی و عاقبت های آن روانه شده است. has been to address those exact economic shocks and repercussions. جناب سفیر، تشکر زیاد برای یک صحبت بسیار هم خوب. بینندگان عزیز یادآور میشم که هم صحبت ما بودن مانوئل میکالر، سفیر آمریکا در تاجیکستان. سپاس که تا آخر ما را همراه کردید.